سلام، با دومین برنامه از مجله معماری و هنر در خدمت شما دانشجویان عزیز و بینندگان علاقمند به هنر و معماری حضور پیدا کردیم. دوستان، در ابتدا یادآور میشم علاوه بر همکاری دانشگاه بین المللی هنر، علوم و فناوری دبی International Academy of Art, Science and Technology of Dubai، همکاری صمیمانه جمعی از اساتید و بزرگان هنر معماری این مجله علمی هنری را نیز مزین کرده. تحقیقات علمی و منتخب گزیده‌های کارشناسان را نیز در طول برنامه خواهیم داشت که اطمینان دارم توجه شما علاقمندان به هنر و معماری را به همراه خواهد داشت. خب، اولین قسمت برنامه مجله معماری و هنر رو این بار با نگاهی به عناصر کاربردی بهرام شیردل شروع می‌کنیم. ماهیت مینیمال او و پروژه‌های دهه‌های اخیرش رو بررسی می‌کنیم، تعقیب مسیر پروژه‌های وی در پروسه زمانی پروژه‌هاش و گذار از دوران سرکشی به فروکشی در آثارش رو به رؤیت تصویر می‌کشانیم. با هم می‌بینیم. تکلم و تفکر دو فعالیتی است که انسان گاهی با تمرکز بر یکی از حضور دیگری غافل می شود یا به بیان دیگر نقش آفرینی یکی از این دو کنش در رفتار کمرنگتر می شود. بیشتر شخصیت‌های پرحرف فرصت کمتری برای تعمق و تفکر می یابند و برعکس شخصیت‌های متفکر کمتر لب به سخن می گشایند. در زمان سخنوری نیز جملاتی خلاصه اما پر محتوا ارائه می دهند. البته در این مورد قاعده و استثناء وجود دارد. در سایتی به نقل از آیزنمن خواندم که در پاسخ به سؤال مخاطبی اینچنین عنوان کرده بود: آن زمان دو کار را در ارتباط با شیردل نمیشد انجام داد، یکی شرط بندی و دیگری بحث پیرامون معماری. شخصیت مینیمال وی در پروژه‌های اخیرش نیز قابل رؤیت است. او از بکارگیری عناصر الحاقی در طرح‌هایش به شدت اجتناب می‌ورزد، همان گونه که در سخنان و رفتارش نیز این چنین است و به کاربرد عناصر یکپارچه و عظیم در شکل دهی به طرح‌های خود تاکید می‌ورزد. این خصوصیات باعث خلق وضوح و عدم ابهام در انتقال پیام اثر می شود و در نهایت تمامی این مشخصه ها ماهیت مینیمال او و پروژه های دهه اخیرش را تشدید می کند. اما این مشخصه ها در طرح‌های شیردل مربوط به دوره دوم یا دوران حضور وی در ایران می شود. شیردل با نقل مکان از غرب به شرق مسیر پروژه‌های خود را تغییر داده که این ناشی از توجه وی به محیط جدیدش بوده است. در پروسه زمانی پروژه‌های وی گذار از دوران سرکشی به فروکشی در آثارش به وضوح قابل رؤیت است. بدین منظور به دو دوره از فعالیت وی در دو محیط متفاوت که هر یک باعث بروز واکنش‌هایی در طرح‌هایش شده است می‌پردازیم. دوره اول متروپولیس تا تهران 1987 تا 1994. با تعمقی بر محتوای پروژه‌های شیردل در زمانی که خارج از ایران بود در میابیم که از طراحی سیویک سنتر متروپولیس در سال 1987 میلادی تا پروژه‌های طراحی شده در سال 1993 مشخصه‌های خاص شخصیت وی در آثارش نهفته است. همگی گویای یک نافرمانی نسبت به متن خود می‌باشند. همچنان که آیزنمن در گفته خود اشاره به سرسختی در شخصیت شیردل می‌کند، در پروژه‌های دوره اول یا فعالیت در غرب نیز پافشاری او بر حضور ناخوانده‌اش در زمینه موجود مشاهده می‌شود.
در دوره اول پروژه‌هایش آنچنان غریب و ناملموس از طرف شرایط موجود نقش آفرینی می‌کنند که گویی میزبان از حضور میهمان ناخوانده خود گیج و مبهوت شده، ولی لب به هیچ سخنی هم نمی‌گشاید. اوج رادیکال بودن پروژه‌ها در نافرمانی از متن خود مشاهده می‌شود. پروژه‌ها به گونه‌ای بی فرم هستند که این را می‌توان غایت تمرد دانست، تمرد از شرایط حاکم. این چنین برمی‌آید که طراح در این پروژه‌ها طی سالهای 87 تا 93 در فکر استیضاح شرایط حاکم بوده تا پرداختن به پروژه‌های خود. به بیان دیگر، واداشتن مخاطب به تمرکز بر متن موجود به جای سوژه مورد نظر. در بین 15 پروژه دوره اول، طرح مرکز همایش نارا نیز به مانند طرح‌های دیگر پروژه‌ای شدیداً رادیکال است و دلیل مورد توجه قرار گرفتن آن به کارگیری هندسه فولد نبوده، زیرا خود پیشروان و سخنگوهای دلوزینی هم در آن مقطع از رخدادها، پیامدها و حتی مسیر و آینده پروژه خود مطلع نبودند، بلکه تعلق به مکان با حضور مفهومی و تداعی فضای داخلی معبد تولیجی صورت گرفته است و وجود بودای بزرگ و 2 مجسمه کوچکتر در معبد و جانشین این 3 مجسمه 3 سالن در پروژه نارا که با یک ترکیب کاملا ساده در درون فرم نهایی جا گرفتند می باشد. بهرام شیردل در سال 1994 با آشنایی و نزدیکی به فرهنگ ایران دچار تغییراتی در نحوه نگاه خود می شود. شاید بتوان این گونه احساس کرد که پروژه شهر جدید چانگلیو و خانه اپرای کاردیوف نیز متعلق به مقطع دوم است. دوره‌ای که پروژه‌ها نظم و سازمان متفاوتی با دوره اول به خود می‌گیرند. از زمان حضور در ایران، ماهیت پروژه‌ها از دیاگرام 1 به دیاگرام 2 تبدیل شده و فضا یا اسپیس، قسمت خالی، عامل اصلی شکل دهی به جرم و در نهایت تولید اثر شده است. در این دوره کانتکست پروژه‌های پیشنهادی به او دارای اجزایی متضادتر و ناسازگارتر از محیط حرفه‌ای در دوره اول می باشند. محدودیت‌های اجرایی، سیاست‌های غیرقابل پیشبینی، تصمیمات نابهنگام کارفرما و غیره از طرفی و سرسختی شیردل در به اتمام رساندن پروژه‌ها و گاهی انصراف‌های غیرمنتظره او از طرف دیگر همگی عواملی در جهت تقویت ناسازگاری محیط و شرایط با خواسته‌های وی شدند. در پروژه‌های دوره دوم، روند شکلگیری طرح با وضوح بیشتری قابل درک است. پروسه‌های شکلگیری دارای منطقی مشخص بوده و ایده‌های آغازین پس از طی سناریوی شکلگیری حضور خود را در محصول نهایی نیز حفظ کرده است، به طوری که ایده‌های اولیه خود یکی از عوامل شکلگیری محصول نهایی شدند. در بیشتر این پروژه‌ها دیاگرام‌های مربوط به طرح خود مدل نهایی را شکل داده و با آن منطبق شدند. عناصر اولیه شکل دهنده فرم از گوناگونی کمتری برخوردار است. زمانی که پروسه تکامل جنین را تا نوزاد شدن بررسی می‌کنیم، در می‌یابیم که در این روند جنین در پروسه تبدیل شدن به نوزاد قالب اصلی خود را حفظ نموده و بدون اینکه عضوی جدید به آن الحاق شود تکامل می‌یابد. این پروژه ها نیز از زمان شروع قالب نهایی خود را به صورتی شماتیک در خود ذخیره کرده و در این پروژه ها پروسه نقش تکاملی را ایفا می کند، نه تغییر. ایدئوگرام اولیه در این طرح‌ها در طرح‌های دوره دوم محوریت سناریوی شکلگیری محصول نهایی را به عهده دارد. مؤلفه هایی در طول پروسه حضور دارد که
به جای ملحق شدن به آن باعث تغذیه روند شکلگیری محصول می شوند. این مؤلفه ها بیشتر در جهت تقویت ماهیت ایدئوگرام پایه ایفای نقش می کنند و کمتر در جهت دفرمیشن و تغییر ماهیت آنها برمی آیند. در این حالت پروسه ناتمام اولیه خود به عنوان آلترناتیوی مجزا از موضوع مورد نظر مطرح می شود. به عنوان مثال در پروژه مرکز تجارت شیراز در روند تولید آلترناتیو اول طراح دچار تغییرات ناگهانی در افکار شده